بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع درسنا من رسالة شروط الصلاة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي رحمه الله تعالى. اینک ما درسوی خود را دوام میدهیم از رساله شرط های نماز از آن شیخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي رحمه الله تعالى. و ما حالا در زیر عنوان هستیم که بنام ارکان الصلاة 14 گفت، یعنی رکنهای نماز 14 می باشند. اینها رو باید به طریق اختصار باید از یاد کرده شود. بعد به تفصیل کسی که امکانیت دارد از یاد کند خوب میشه، زیرا اینا را دلیل هاش دانستن ضرور هسته. لیکن دوامش مثلا اختصارا از یاد کنید، اختصارا همشه از یاد کردن مشکل میشه. باید که اختصارا اقلا باید از یاد کنید که مثلا رکن یکم قیام است با همراه قدرت، دلیلش همین. رکن دویم مثلا تکبیرة الاحرام است و دلیلش همین است سنت. های سبحانک اللهم رو میدونه، گرچنده که معنی او را از یاد ندانید هم که یعنی که از روی چخلی که صاحبی کتاب خودش شرح داده است، فهمیدن از روی کتاب ضرور است. دیگر و قراءة الفاتحة رکن فی کل رکعه. صاحبی کتاب می فرماید که و قراءت فاتحه در هر یک رکعت نماز چی بوده است؟ رکن بوده است. خواه شما تنها می خوانید نمازه، خواه یعنی امام شده می خوانید، خواه از پس امام می خوانید. خلاصه به همه در همه حالت قرائت فاتحه چه رکن است. خواه نماز جهری است، یعنی بلند میخواندنی باشد، خواه نماز پس باشد. فقط یعنی که دو قول است از شیخ حسیمین در پس امام باشد، یا همراه امام خواندن در کار سوره فاتحه را، یا بعد از که تمام کرده شروع به دیگر سوره کردن، شما منتظر نمیشه دیگر سوره را، کمتر تیزتر سوره فاتحه رو میخوانید، این بهتره شد. مهم قرائت سوره فاتحه در هر رکعت چی بوده است؟ رکن بوده است. نعم. كما في حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب أخرجه البخاري ومسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه. خیلی که در حدیث آمده است که نماز نیست برای کسی که سوره فاتحه را یا که فاتحه الکتاب قرائت نکند. معلوم میشه که اگر کسی او را ترک کند، باید که همون رکعتی که در همون رکعت سوره فاتحه را نخونده از نو خواندش. نه، میفرماد و هی ام القرآن، سوره فاتحه این مادر قرآن است، یعنی اصل قرآن است. بسم الله الرحمن الرحیم، آغاز میکنم به نامهای الله رحمان و رحیم. برکتا و استعانه، همچون برکت طلب کرده و همچون یاردم درخواست کرده. الحمد لله، الحمد ثنا، الحمد این مدح است، این ستایش است. والالف واللام لاستغراق جميع المحامد، و الف لام که در سر الحمد می باشد، در سر الحمد، و الف لام برای استغراق است، یعنی برای دربار گرفتن همه نمودی ستایش ها. بنابراین وقتی که ما الحمدلله گفتیم، تمامی تعریف، تمامی ستایش خاص برای الله هستن بگیم. و اما الجمیل الذی، و اما آن جمیل یعنی که خوبی، زیبایی که لا صنع له فیه، در و یگون یعنی که
ساخت نیست، در یگون کار نیست. مثل الجمالی و نحوه، مانندی مثلا یک کس در مقابلش یگون نیکی کردن، مثل الجمالی و نحوه. فالثناء به يسمى مدحا لا حمدا. یعنی اگر در حقتون یگون چی نیکی کند، این همچون بنابر نیکی است چی تعریف می نامد، یعنی همچون فقط تعریف خالی را نامیده می شود مدح گفته، لا حمدا. این چی می نامد؟ مدح. همچون تعریف می گویم لیکن مدحش نمی چی حمدش نمی. خلاصه گفتی صداست که فرق است بین مدح و حمد. نمیدید وقتی که شما حمد گفتید و در برابر شما یگان زیبایی، یگان خوبی کرده است یا نکرده است، به هر تقدیر شما حمد میگید. اما مدح باشد این همچون ثنا میگوین، یعنی در مقابل یگان چی شدن است در کار است. یک کس با شما احسان میکنه، شما او را ثنا میکنید. رب العالمین، پروردگار جهانیان. الرب هو المعبود الخالق الرازق المالک المتصرف. رب این ذات را میگون که ویها یعنی دیگرها و عبادتش میکنن. آفرنده است، روزی دهنده است، مالک است، صاحب است، المتصرف یعنی اینم به معنای متصرف راهبر است که چی که خواهد میکند. مربی جمیع الخلق بالنعم، تربیت کننده همه خلق است با نعمت ها. العالمین کل ما سوى الله عالم، تمام آن چیزی که غیر از الله است او عالم است. و هو رب الجمیع، او سبحانه و تعالی پروردگاری همه است. انشاءالله این رو دوامشه من میگذارم زیرا اینکه خیلی هم دراز است. و صلی الله وسلم علی نبینا محمد و علی آله و اصحابه و سلم تسلیما مزیدا و جزاکم الله خیرا و بارک الله فیکم.